سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای خوبم توی یوتیوب. امیدوارم حالتون خوب باشه. من میخوام امروز 2 تا ترشی درست کنم. یکیش کره‌ای، یکی هم همین شوری خودمونه با سبزیجات. این ترشی کره‌ای اسمش کیمچیه و خیلی خوبه برای باکتری های دستگاه گوارش. خیلی باکتری های مفیدی توش درست میشه و از یه سری مواد تشکیل شده که خیلی راحته. من خیلی دوست دارم از بیرون میخرم. توی رسیپی هایی که توی اینستاگرام بود دیدم خیلی راحته، گفتم امتحانش کنم به شما هم نشون بدم. ترشی بعدی هم که همون شوری خودمونه. حالا برای اینا چه چیزایی لازم داریم؟ اول از کیمچی شروع میکنم به خاطر اینکه یه ذره یه کاری داره که باید قبلش انجام بدیم. این کلمه رو باید از قبل توی نمک بذاریم که یکم آب پس بده. خاطر همین اول از اون شروع میکنم تا این که داره آب پس میده ما اون یکی ترشیمون رو درست کنیم. اول از همه که باید تمام سبزیجاتمون رو بشوریم. من این قسمتش رو میذارم دورتون، فقط حالا همه چیزو دارم میارم اینجا که اینجا رو پر از آب کنم و هم که به شما نشون بدم که چه چیزهایی لازم داریم. خیارامو میریزم. برای کیمچی کلمه چینی لازم داریم. پیازچه، ترب لازم داریم. تربچه هم میتونه باشه. هویج گذاشتم برای این یکی ترشیمون. هویج هم لازم داریم. حالا من دوباره اینا رو بهتون میگم، زیر ویدیو هم مینویسم. گل کلم برای شوریمون. من میخوام یکم زنجفیلم توش بریزم، سیر به مقدار زیاد که الان اینا رو من باید پوست بکنم. سیر رو هم برای شوریمون میخوایم هم برای کیمچی. من یه مقدار جوش شیرین میریزم توش که اینا ضد عفونی بشن و ظرف هایی که در خیلی محکم دارن مثل این دیشب شستم، خشکشون کردم. اصلا نباید اینا تر باشن و الا کپک میزنه ترشیتون. کاملا مطمئن باشین که خشکن و اینو میذارم کنار. به غیر از اینا سویا سس لازم داریم برای کیمچی. فلفل لازم داریم، فلفل پودر، فلفل تند. سس ماهی میخوایم که من اونو نمیخوام بزنم، اونم میتونید نزنید اگه محصولات حیوانی نمیخورید، ویگان هستید، میتونید از سس ماهی رو حذف کنید، همون فقط سویا سس بزنید. منم این کارو میخوام بکنم که توی سسش سیر میریزیم و فکر کنم همینا بود. حالا باز وسط یادم افتاد بهتون میگم. من اینا رو بشورم و برگردم. کلم‌ها رو شستم، گذاشتم اینجا که یکم آبش بره. هویجا رو، خیارا رو، پیازچه رو همه رو شستم. کلم‌ها رو هم تروبم. فقط این سیر انقدر وقت منو گرفت، گفتم یه لحظه اینجا نگرش دارم. این کلم‌ها باید خورد بشن، روش نمک بذاریم، بعد یه جسم سفت بذاریم روش که یکم آب پس بده و نرم شه. گفتم اول اون کارو بکنم بعد ادامه سیرها. حالا من توی این نمک هم آوردم. حالا اندازش زیاد مهم نیست ولی من کوچولو میکنم که زودتر آب پس بده. بعد میندازم این تو.
جسم سنگین باید روی این بذاریم. این جسم سنگین چی میتونه باشه؟ من ماهیتابه رو میذارم، این ماهیتابه سنگینه، میذارم روش. یه چیز دیگه هم باید بذارم، یه سرکم گوشم روش. این باید یکم بمونه اینجا که آبشو پس بده. من الان برم این بقیه سیرارم خورد کنم و پوست بکنم برگردم. خب من همه چیزایی که گفتم میرم سیرار رو خورد کنم، تمیز کنم، پوست بکنم، ولی دیگه گفتم همه چیز هریجا رو، تروب و همه رو پوست کندم و دیگه شستمشون. الان اینا همه باید قشنگ خشک بشن، یعنی وقتی که میخوایم اینا رو استفاده کنیم باید حتما خشک بشن. الان من به یه قابلمه احتیاج دارم که بذارم سرکم و نمکم و آب قشنگ بجوشه و برای اینکه این اتفاق زودتر انجام بشه از کتل استفاده میکنم. خب الان من سبزیجاتم رو خشک میکنم تا اون آب جوش کنه. به این کلمه چینی کلمه نپا میگن، اینجا نکا کبیج میگن که توی ایران فکر کنم کلمه چینی میگن. و اینکه من خودم اولین بار دارم اون رو درست میکنم، فقط خواستم تجربه‌ام با شما به اشتراک بذارم. حالا چند روز بعد که درست شد با هم بازش میکنیم، مزه‌ش هم نگاه میکنیم. این یکی ترشی رو یکی دو بار درست کردم، یعنی اصلا اینجا آموزش نمیدم، فقط دارم براتون نشون میدم که چجوری درست کردم و چجوری قراره بشه. بعد از اینم که همه سبزیجات رو پوست کردم، همه جا رو ضد عفونی کردم. خب بالاخره اونا کثیف بودن، شاید یه جایی پریده آبش یا کثیف شده، اینا رو ضد عفونی کردم و الان میخوام خشکشون روی دستمال کاغذی حوله‌ایه که اینا قشنگ آبو جذب میکنن. اینا رو جدا، خیارا رو جدا، هویجا رو جدا، همه رو قشنگ خشک میکنم و از رو اینو خشک میکنم. امیدوارم خوشمزه بشه که آخرین کاری نباشه که دارم درست میکنم. همه چیز رو خشک کردم، میخوام هویجام رو خورد کنم و یواشاش مواد رو بریزم. ظرفم هم خشک کردم که آبکی نشه هر چیزی که میریزم توش، که کپک نزنم. امیدوارم به اندازه کافی هم خشک شده باشه. حالا دیگه نمیدونم وسط تابستون این عشق ترشی چرا افتاد تو جون من. الان من چند دفعه میگم میخوام ترشی درست کنم، ولی الان که این وسیله رو دیدم یکم پشیمون شدم، ولی دیگه کار از کار گذشته. شما کرفسم داشتین حتما کرفسم بریزید، من یادم رفته که بگیرم. کرفسم خیلی خوشمزه میشه توی ترشی. خیارا رو همینجوری میریزم توش، اینا هم خشک شدن. آب جوش، سرکه، نمکشو، یک مقدارش از این نمک صورتی میریزم، یک مقدارش هم یه نمک دیگه دارم از اون میریزم. ملاقه رو آوردم قشنگ این میزنیم تا حل شه. اگه شما نمک ساده استفاده میکنید اون زودتر حل میشه. من چون نمک صورتی با اون یکی نمک یکم نمک هیمالیا بودش دونه داره، این یه ذره حل شدنش طول میکشه، ولی خب یه کاری بکنید که قشنگ اینا حل شه. کاری که میکنیم اینه که موادمون رو پر میکنیم توی شیشه. من فقط توی یکیش زنجفیل میریزم، توی بزرگی نمیریزم.
خشک میریزم روش. کیسه فریزر میذارم روش و میبندم. این یک کیسه فریزرم روی این یکی میذارم، یعنی آشپزخونه‌مو داغون کردم کسی نمی‌داشتم بستم یکم ریختی رو. خب حالا اینو بذاریم اینجا، اینو بذاریم روی این، آب اضافهش بره. اینا از ترشیامون همینجا رو جمع کنم بریم کیمچی درست کردن سخته، باش فیلم گرفتنم واقعا وحشتناکه. نمیدونم چرا این کارو کردم ولی خوب کردم. حالا چیکار میکنیم ما الان؟ من اینا رو خشک کردم. هویج یادم افتاد که برای این رسیپی هم هویج میخوایم. هویج، تورو، پیازچه، سیر و همین کلمون که گذاشتیم اینجا. حالا من اینو برداشتم، کلی نرم شده. الان میارم نشونتون میدم. و آب انداخته. ببینید چقدر آب ازش میاد. خیلی آب داره. من الان اینا رو یکم دیگه اینجوری میکنم دیگه نرمتر بشه و الان که شور نشه. دیگه چقدر نمک ریخته بودم. اینا رو میریزم توی سبد، یه کوچولو میشورمش و آبش رو میگیرم با این دستگاهی که آب سبزی رو میگیره. خب ببینید بازم چقدر آبش اومد، کلی آب داره. حالا من بریزمش تو این سبد و بشورمش. میذارمش توی این. الان حرکتش میدم که آبش بدم. خب سری بعدی رو میشورم. فلفل، هم فلفل تند هم پاپریکا، سویا سس و سس تند و یک کوچولو شکر، اونم به خاطر اینکه همین باکتریا بتونه تولید بشه. حالا من توی این سسمو میریزم. همه اندازه ها رم زیر ویدیو می نویسم براتون. معمولا زیاد میریزن به خاطر اینکه اون قرمزی کیمچی از این میاد. فلفل تند، اگه کیمچی رو تند رو دوست دارید فلفل تند هم بزنید بهش. این فلفل هم خیلی. و سویا سس که مهمترین چیزشه. شکرم هم ریختم، خیلی کم، خیلی کم. و اینا رو قاطی میکنیم. من این سس رو میذارم کنار، سبزیجاتم رو خورد میکنم. این کلمه کاملا نرم شده به خاطر اون نمکی که زدیم و آبی که پس داد. خب الان نوع خورد کردن این مواد به این شکله که نازک و دراز خورد میکنیم.
هویج و اینجور چیزا رو. من اینا رو خورد کنم و دوباره برگردم. خب بچه من همه چیز رو خورد کردم، فقط با این سسم این پیازچه رو قراره بریزم و سیرامو له میکنم میریزم توش. اول پیازچه رو بریزم که اینجا جا باز بشه برای این ظرف. با این سیر له کنم، سیرامو له میکنم توش و خیلی راحت. الان این سس ماست که شامل ادویجاتمون و فلفل و سویا سس بود، پیازچه و سیرم الان بهش اضافه کردیم. الان دونه دونه هویجای خورد شده، تروبمون و اینا رو توش میریزیم، قشنگ قاطیش میکنیم. الان من همه اینا رو میریزم توش و قاطی میکنیم. آخر سر با دستم قاطی میکنم که قشنگ به خورد سبزیجاتمون به خوردش بره. خب الان نوبت کلممونه. من الان میخوام یکم با دستم اینو قاطیش کنم که به خوردش بره. الان من اینو میریزم توی ظرفم و قشنگ فشارش میدم. با دستم میکنم این کارو، اینکه اینجوری راحت تره. میبندم به این حالت. اینم ترشی کره‌ای. حالا بقیه ویدیو برای روزیه که من اینا رو باز میکنم. فعلا خداحافظ. من برم آشپزخونه‌مو مرتب کنم، یکم استراحت کنم دیگه. دستام از خورد کردن خسته شده، آفتابم رفت. مشکل نشه، مثلا